برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. وکالتداران بی‌وکالت و بی‌مسئولیت حقوق انسان در تاجیکستان. این موضوعی برنامه امروزه دیدگاه است و چون هر وقت من شوکت محمد در خدمت شمایم. با امید امانی در خاندانتان و امید هرگز پایمال نشدن حقوق‌هایتان در زندگی و کار افتاده نشدنتان به درگاه وکالتداران حقوق، در آغاز برنامه با صمیمیت‌تان میگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در فضای کمرنگ سیاسی تاجیکستان که دارد به یک ترکمنستان حتی کره شمالی دیگر در منطقه تبدیل می شود، یافتن و نشر خبر سیاسی برای روزنامه‌نگاران کار دشوار است. سنساسیون نیست، بحث‌های سیاسی نیست، رقابت و مسابقه بین نهادهای دولتی وجود ندارد، خبر الترناتیوی دسترس نیست و ده‌ها مشکل دیگری که رسانه‌های محلی را کمرنگ کرده‌اند. این است که خبرنگاران همیشه نشست‌های مطبوعاتی وزارت و اداره‌ها را منتظر می‌شوند. البته در این نشست‌ها نیز هیچ سنساسیونی رخ نمی‌دهد. بحث سیاسی دیده نمی‌شود. هیچ مقام دیگر را انتقاد نمی‌کند. اما همین که دهان کشادند رئیسان و وزیران سال 2 مرتبه خودش سنساسیون است. با وجود اینکه به دهان بیگ صبور و نورالدین سعید مهر زده شده است، آنها دیگر به نشست‌های خبری نمی‌بیایند، معاون‌هایشان را گسیل می‌کنند. البته حضور این هر دو صحیفه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را برای هفته حتی گاه ماه داغ می‌کرد و برای روزنامه‌نگاران و فعالان بیکارمانده یک تفریح ایجاد می‌شد. ولی دیگر رئیسان و وزیران نیز هرچند به حد آنها نمی‌رسند، حتما سنساسیون ایجاد می‌کنند. بی‌خبر، ناخودآگاه. مهم دهانشان را کشایند و چند حرفی از آن بیرون رود تمام شد. دقیقاً مثل پیشوایشان که خواندن 3-1 پیامش که به پارلمان داده بود 20 سوال در ذهن ما ایجاد کرد و ما آن را در برنامه دیدگاه گفتیم. و از خواندن دوام پیام امامعلی رحمان هم خودداری کردیم. وقت بیهوده میرد. از دو سر شاید 100 سوال هم پیدا شود و کسی پاسخ نگوید. برای همین بس کردیم دوامش گوش کردن و تماشا کردن. میدونیم که 20 سال باز همین یک خیل است. تمام. امروز هم که نوبت دهانکشایی و آمبودسمن ها یا وکالتداران حقوق انسان در تاجیکستان رسیده بود، با وجود کوشش زیاد کمتر حرف زدن سنساسیون ایجاد کردند. هم وکالتداری اساسی و هم وکالتداری حقوق کودکان. اکنون در شبکه‌های اجتماعی این سوال دور میزند که آیا وکالتداری حقوق انسان میداند که حقوق انسان چی است؟ و هم از این سوال پیدا شد. مردم در حیرت ماندند که آیا وکالتداری حقوق انسان شده کار میکردگی آدم در تاجیکستان حقوق انسان چی است میدانسته باشد یا نه؟ امید بابازاده آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در نشست مطبوعاتیش خیلی کوشش کرد از سوالهای زیادی روزنامه‌نگاران درباره بابای دانا نبیوی 87 ساله فرار کند، اما نشد. چون که سوالها چند بار تکرار به تکرار شدند، مجبور شد اقلاً کوتاهک پاسخ دهد که بابای دانا را نمیشناسد. حالا برای درک بیشتری تماشابینان که چرا این پاسخ آمبودسمن لایق جایگاهش نیست و حتی خیلی خنده آور است، به چند صلاحیت و وظیفه او که قانون‌های بین المللی مقرر کرده‌اند توجه میکنیم.
وظیفه اولین امبودسمن قبول و بررسی شکایت ها از شهروندان، شخصان حقوقی و تشکیلات است. مسئولیت دیگرش مانیتورینگ وضع عمومی حقوق انسان در کشور است. چه خیلی مانیتورینگ میکند؟ یک وظیفه دیگری امبودسمن این است که باید به جمعیت کشور و مقامداران درباره حقوق انسان معلومات رساند. کارکرد قانونها برای بهترسازی قانونگذاری ملی درباره حمایت حقوق انسان هم وظیفه امبودسمن است. باید امبودسمن تحقیقات برد درباره حقوق انسان، حسابات و توصیه ها پخش کند. نفری که چنین وظیفه و صلاحیت ها دارد میگوید که بابای دانه را نمیشناسد و درباره قضیه او معلومات ندارد. دقیقاً مثل دادستان کور یوسف رحمان که گفته بود بزرگمهر یاروف باجعش را نمیشناسد. گفته بود که یوسف رحمان بزرگمهر یاروف کی است؟ من نمیشناسم. اما فهمیده شد که باجه خودش بوده است. اینها شاید به این نظرند که جایگاه ایشان در سطح است که مجبور نیستند هر میده چوده را بشناسند. اما تماشابینان گرامی، خودتان میدانید که نه بزرگمهر یاروف و نه بابای دانه میده چوده نیستند. قضیه آنها جهانی شده است و معرفگری چهره حکومت و عین همین منصبدار هاست. بابازاده میگوید نبیفی که شما میگویید به ما مراجعت نکرده است. من راست گپ حاضر از همکارانم پرسیدم که کیست وی؟ اطلاع ندارم و چیزی گفته نمیتوانم. بابای دانه را نشناختن وکالتدار حقوق انسان فکر میکنم میتواند دو سبب داشته باشد. بابازاده اصلا رسانه ها را پیگیری نمی کند. این کار خلاف وظیفه هایش است. بابازاده باید وضع عمومی حقوق انسان در کشور را مانیتورینگ کند. باید معلومات به جمعیت کشور و مقامداران درباره حقوق انسان رساند و باید در این باره تحقیقات برد. وقتی که این کار را نمی کند، پس او صلاحیت امبودسمن یک کشور چی؟ یک ناحیه بودن را آیا دارد؟ ندارد. سبب دومش این است که بنابر سیاسی کرده شدن قضیه بابای دانه از طرف حکومت، امید بابازاده سپارش گرفته است که بابای دانه را نشناسد، چشمانش کور باشد و او هم سپارش را اجرا کرده است. این هم به این معنی است که بابازاده صلاحیت امبودسمن بودن را ندارد، چون امبودسمن باید مستقل باشد. دعوای دیگری بابازاده در نشست مطبوعاتی این بود که عادتاً پس از مراجعت نفره به تحقیق قضیه شروع می کنند. دانه نبیف باشد به آنها مراجعت نکرده است. اکنون ببینید، عبدالستار بابایف رهبر کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان مستقر در لهستان میگوید این کمیته برابر صادر شدن حکم بابای دانه به تمام سازمان‌های حقوق بشر، کارپس‌های دیپلماتی و امبودسمن تاجیکستان نامه فرستاده بود. بابایف به ما گفت که ما در نامه از امبودسمن خواهش کردیم به قضیه بابای دانه رسیدگی و از حقوق‌های او حمایت کند. امروز وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان امید بابازاده در جمع روزنامه‌نگاران به پرسش یک از روزنامه‌نگاران در قضیه بابای دانه نبیوف اظهار بی‌اطلاعاتی کرد که از حکم او
آگاه نیست از زندانی شدنش و کسی به او مراجعت نکرده است. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در اوایل ماه ینور سال جاری وقتی که خبردار شد که دانا نبیوف بابای دانا به 7 سال روانه زندان شده است، در حال به تمام سازمان های بین الملل و کورپوس های دیپلماتی در تاجیکستان بوده و به شخصی خود همین وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان جناب امید بابازاده نامه ارسال کردن و طلب کردن که در آزادی بابای دانا سعی و کوشش کنند، درخواست کنند که مقامات تاجیکستان از چنین جنایت ها دست بکشد. ولی نمیدانم وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان موظف است که چنین بگوید یا که اطلاع نداشته باشد. ما نامه روان کرده بودیم و شخصا من رهبر این کمیته با ثبت ویدیویی از مقامات تاجیکستان طلب کرده بودم و به همه سازمان های بین الملل به رسمی رسانده بودم که قضیه بابای دانا باید دیده شود و بابای دانا هر چیز زودتر به اجرا قید شد جواب داده شود. حالا عبدالستار بابایف از همین فرصت استفاده برده توسط برنامه ما خواست که باز یک شکایت دیگر را به امبودسمن رساند و ما هم به اجرا میرسانیم. معاون رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سلیم جان سلطانزاده هم یک نوار با مراجعت نوار آماده کرده و در تاریخ 8 ینور زیر عنوان به توجه حکومت تاجیکستان و امبودسمن تاجیکستان یک ثبت نواری را در رسانه ها گذاشت و از شخصی خود همین وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان و از تاجیکستان طلب کرد که بابای دانا باید آزاد شود و در آزادی بابای دانا بی‌طرف نباشید. این روزها من با توجه همه میرسانم و مقامات تاجیکستان بخصوص به جناب وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان که 2 روز قبل مادر معاون رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان سلیم جان سلطانزاده غفور و مولوده مادر 61 ساله که در ناحیه ظفرآباد استقامت میکنند از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد تحت فشار و اذیت قرار گرفته است و چون که خودی به همون نواری که ما گفتیم سلیم جان سلطانزاده به وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان نامه ثبت روان کرده بود. به خاطر این ثبت نوار از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان مادرش تحت فشار شکنجه قرار گرفته است. اگر نمیداند امید بابازاده باید بداند که چنین بدرفتاری و خشونت نسبت نزدیکان فعالان سیاسی، نزدیکان زندانیان سیاسی در تاجیکستان قرار میگیرد. ما منتظریم که به جواب نامه سلیم جان سلطانزاده چی پاسخ میدهد جناب امید بابازاده. تماشابینان گرامی، البته امید بستند به این که نفری که رسانه ها را نمیخواند و نام 1.5 ماه در سرخط رسانه ها قرار داشته را باری اول میشنود، امید بستند به این که پشت الکترونیش را پیگیری میکند چندان منطقی نیست. شاید بابازاده هم مثل دیگر وزیران فکر میکند کامپیوتر برای بازی پاسیانس ساخته شده است یا برای کارت بازی یا برای دندی بازی. بلا با پس امبودسمن کل حالا سخنهای وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان را شنوید. وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان رجب ماه حبیب الله زاده هم ثابت کرد که از همکارش خفا نمیماند. رجب ماه گفت تا هنوز دخترک 12 ساله را که در حصار تجاوز شده است و فرزند تولد کرد خبر نگرفته است. رجب ماه حبیب الله زاده گفت شخصا من این دخترک را خبر نگرفتم، لیکن
با کمیسیون حقوق کودک شهر حصار وابسته به این مسئله همیشه در تماس هستیم و با خواهش ما کمیسیون مذکور پیوسته از احوال دخترک 12 ساله در حصار خبردار می شوند. از احوال همین دخترک 12 ساله در ناحیه حصار شخصا من خبر گرفتم یا نه، من این دخترک رو خبر نگرفتم، لیکن ما با کمیسیون حقوق کودک شهر حصار وابسته به همین مسئله بسیار همکاری داریم، در تماس هستیم و با خواهش ما این کمیسیون پیوسته از احوال همین دخترک خبردار می شود. حبیب الله زاده از لطف نهادش در حق دخترک تجاوز شده خبر داد و گفت که آنها از طریق مسئولی کمیسیون حقوق کودک شهر حصار از احوال او خبردار شدند و با خواهش مراجعت کننده نماینده آنها در مرافعه سودی اشتراک کرده است. با خواهش مراجعت کننده آنها خواهش کردند که نماینده وکالتدار در مرافعه اشتراک کند. نماینده ما در یک مرافعه همگی یک مرافعه بود، همون مرافعه که علاقه حکم صادر کردن در همون مرافعه نماینده ما در مرافعه اشتراک کرد. جمشید یورف حقوقدان تاجیک هم از رفتار حبیب الله زاده جهت باخبر بودنش از قضیه تجاوز دخترک استقبال کرد. درباره عملها و گفتارهای وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان رجبمو حبیبالله زاده چون این گفتنی هستم که این کس کمی هم باشد بیشتر از خودی سردارش امید بابازاده کار و فعالیت کرده است. اقلا درباره حادثه اون قضیه دخترک 12 ساله از حصار بوده خبردار می باشد، هرچند که خود او نرفته است و اون رو ندیده است، از او خبر نگرفته است. در اینجا قید میکنم که رجبمو حبیبالله زاده وظیفه‌دار هم نیست که شخصا رود او رو خبر گیرد، این در دایره وکالت‌های او نیست، این فقط یک رمزی انسان دوستی، یک رمز اظهاری همدردی میشد. اگر میرفت خوبتر میشد، ولی نرفتن هم این یگان جای مجازات هم نیست، یگان جای اون نیست که ما رفتار و کردار رجبمو حبیبالله زاده رو تنقید کنیم. چخیلی که خود رجبمو حبیبالله زاده گفت در اظهاراتش در همون پریس کنفرانسی که او از حال این دختر با واسطه کمیته زنها، با واسطه نمایندگان آنهایی که در مرافعه سودی اشتراک داشتن خبر دارد. این باعث تحسین و آفرین است. اما هرچند جمشید یورف میگوید برای رفته خبر گرفتن حبیب الله زاده وظیفه‌دار نیست، سؤالی که در ذهن پیدا می شود این است که از تجاوز بزرگتر چی نقض حقوق کودک وجود دارد که باید وکالتدار را وادار به رسیدگی به حقوقش کند؟ حالا اکی جمشید از این شاید بخبر که والدان دخترک جبر دیده قبلا به خبرگزاری از پلیس اظهار کرده بودند که هیچ کسی نزد آنها نآمده است. بیبی دختر جبر دیده انوره ظریفووا گفته بود که هیچ کسی نزد ما آمده عرض ما را نشنیده است. امید آخرین ما روزنامه‌نگاران و پرزیدنت می باشد. ظاهراً شرکت نماینده وکالتدار حقوق انسان در مرافعه دادگاهی نیست، یا دروغ است یا تنها برای پروتکل شرکت کرده اصلا نفهمیده است چی حادثه رخ داد. در آن مرافعه مرد 42 ساله که به ناموس کودک 12 ساله چند بار تجاوز کرده و از این تجاوز کودک تولد شده است از تالار دادگاه آزاد شد. آزاد. وکالتدار حقوق کودک چیکار کرد؟ وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان نه به این حکم اعتراض کرد و نه آن را رسانه‌ای کرد. حتی حالا با رسانه‌ای شدن و سر و صدای بی سابقه کسب کردن این خبر، اعتراض هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی و سپس به دادگاه عالی برده شدن قضیه، وکالتدار موقع در این قضیه ندارد. این چی گپ است خودش؟ اصلاً
وکالتدار حقوق انسان که از حبس و زندان شدن پیرمرد 87 ساله با وجود جهانی شدن قضیه خبر ندارد، نه بیف را نمیشناسد، و وکالتدار حقوق کودک که کودک 12 ساله تجاوز شده را لایق تشریفش نمیداند، چی وکالت دارند؟ چی وکالت دارند؟ گفتهای وکالتداری تاجیکستان اوید به حقوق انسان امید بابازاده درباره آن که او درباره قضیه دانیار نبی و درباره خودی او چیزی نمیداند و از روزنامه‌نگاران دیگر نو خبردار شده است، کمی کمش این عجیب میتواند. اگر دیگر کلمه ها به مانند دروغ و گمراهی در آوردن را استفاده نبریم، عجیب میتواند. حالا که باید گفت که از طرف کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانی‌ها در جمهوری تاجیکستان مکتوب رسمی با گفته رئیس این کمیته علاقه روان کرده شده است و وکالتدار باید به حقوق انسان نباید فقط به آن مراجعه‌های رسمی که به عنوان اپارات او وارد میشوند دقت کند، بلکه به آن حادثه‌هایی که وابستگی به حقوق و منفعت‌های انسان داخل دارند و جامعه را به تکان درآوردن نیز باید دقت جدی دهد. و در اینجا حتما شرط نیست که فقط از طرف کسی مکتوب رسمی واردار کرده شود. در خود قانون درباره وکالتدار نیز آورده شده است که وکالتدار با آن حادثه‌هایی که جمعیت را به تکان می‌درآورند، یعنی یک واکنش کلان در بین جمعیت با وجود می‌آورند، باید دقت خود را جلب کند، نه فقط انتظار مراجعت رسمی یا که انتظار یگان مقامات باز از او بالاتر دیدن این یا آن پرونده باشد. ولی رفتار گفتاری امید بابازاده به ما یک بار دیگر اثبات میکند که امید بابازاده در جای اصلی خود فعالیت ندارد، چون که او بی‌پروایی ظاهر کرده است و بی‌مسئولیتی ظاهر کرده است و این گونه رفتار هنگامی که حقوق و آزادی‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان نوابسته از منسوبیت او به یگان حزب یا گروه، حالا که اثبات آن را ما درست حساب میکنیم و این قضیه رو سیاسی حساب میکنیم، رفتار و کردار امید بابازاده زیر تنقید شدید باید قرار گرفته شود و اگر انصاف، اگر وجدان داشته باشد امید بابازاده، من تکلیف میکردم با او که با استعفا رود تا اینکه یک آدمی که در حقیقت هم برای او حقوق و آزادی ها بالاترین چیز می باشد و کانستیتوسیون را رعایت میکند و او وظیفه‌دار می شود و قسم میخورد که حقوق و آزادی انسان را نوابسته از همه گونه توافق‌های بین ایدئولوژی و اجتماعی و سیاسی نظارت میکند، باید چنین آدمی انتخاب شود. تماشابینان عزیز، شما حرف‌های حقوقدان جمشید یاروف را شنیدید. گفته های عبدالستار بابایف را هم شنیدید. وکالتداران بی وکالت و بی مسئولیت حقوق انسان در تاجیکستان را هم شنیدید. اکنون خودتان بگویید که همین هم حکومت داری شد؟ وکالتدار حقوق انسان که به پشت الکترونیش را کشاده تفتیش کردن صرفم نرود، نداند که در رسانه ها چی خبر، نداند که مردم در شبکه های اجتماعی چی گفته ایستاده اند، آیا حقی معنوی در کرسی وکالتدار حقوق انسان نشستن را دارد؟ قضاوت از شماست. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمامی مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوب پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی، ازبکی و روسی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می‌شود. با ما باشید. تا دیدار، خدا نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.
رادیوی پیام. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net